درود دوستان. ببینید خیارام همشون گل دادن. اینا دیگه دارن تبدیل به خیار میشن. اینا رو خوب نگاه کنید تا دوباره براتون یه خاطره تعریف کنم. خب من اومدم یه دهه 60 عمر کرده با کوله باری از خاطره از فاتی کماندوهای ایران. دوباره برگردیم به 20 سال پیش، یعنی مثلا همون 20-21 سال پیش، دورانی که توی ایران الان فکر نمی کنم دیگه گشت ارشادشون جرأت کنه بیاد توی خیابون با این وضعیت جنگ و خرابکاریایی که کردن، ولی اون زمان گشت ارشاد خیلی قدرت داشت، یعنی دهنمون رو سرویس میکردن. من یادمه اونقدر تعهد داده بودم که میدونستم دیگه باید اگه این دفعه هم تعهد بدم مطمئنم منو یه جایی میبرن. به خاطر همین رفتم یه مانتوی خنک گل منگولی وحشتناک مادر بزرگی، از این پیرهنای بلند بودن که مادر بزرگا میپوشیدن با یه زمینه مشکی و گلای سبز داغون، که این دم آستیناشم چیز داشت، کش داشت. این دم آستینای کشدارشو اینا رو پوشیدم و راهی خیابون شدم دنبال کار و زندگیمو. اون زمانم که کار میکردم دیگه. بعد همینجوری که داشتم میرفتم و با سرفرازی گشت ارشادم رد میشد، یه دفعه دیدم یکی از ماشینا وایساد و گفتم بدو بیا تو، باید تعهد بدی. منم گفتم ای داده بیداد، چی شده دوباره؟ خلاصه این که رفتیم نشستیم تو ماشین، گفتیم بابا مادرتون خوب، باباتون خوب که خوب نیست دیگه چرا با گیر دادین این مانتو که بلنده و جای معلوم نیست و منم که لاغر، هیچ جای بدنم اون زمان چاق نبود و به چشم بیاد. ولی خب متاسفانه یه نکته هایی میدیدن. آقا ناخون ما الان که این شکسته، امروز وقت گرفتم برم درست کنم ناخونم از شر این ناخونای افتضاح راحت شید، هم شما هم بعد آقا ما گفتیم که داستان چیه؟ من این مانتو ایرادش چیه؟ این فرماندهشون یه مرد چرک کثیف برگشت به من گفت که از اون ناخونا چیه؟ من از این فاصله توجهمو جلب کرد اون ناخون. اونجا بود که به این نتیجه رسیدم من گشت ارشاد میان حولترین پلشترین مردی که ممکنه بیمارترین مرد رو استخدام میکنم، مینشونم تو ماشیناشون به عنوان فرماندار نمیدونم چی که نظر بده این منو تحریک کرد، اون منو تحریک کرد، این داستان شد. خلاصه من همینجوری مات مونده بودم که از این فاصله ناخونام هم حالا انقدر بلند نبود، اینطوری کوتاه بود، من اندازه این دوتا که شکسته، یه لکه قرمز هم زده بودم. تعهد باید بدی. هیچ، ما تعهد دادیم و طبق معمولم که میدونستم اگه اسمم بره تو سیستمشون، اینا گفتن که کارت ملی تو در بیار. گفتم کارت ملیم همراهم نیست، متاسفانه من کارت ملیمو یادم رفته بذارم توی کیفم. یه اسم ترغلطی گفتیم و اینا نوشتن و مردم برگشت یه اینطوری سر تا پای ما رو یه براندازی کرد و اون فاتیه که پشت بود گفت که کلی توهین کرد و کلی تحقیر کرد و اینکه حال ما رو خراب بکنه و اش تو چشامون جمع شد و خلاصه اون تعهد ما با کلی تحقیر نوشتیم و پیاده شدم از اونجایی که سرم دیگه گیج میرفت از حرفایی که شنیده بودم که اصلا دوست ندارم یادم بیفته چه اتفاقایی افتاد. اون خانمی که نشسته بود بغل دست من چی میگفت راجع به این که یه نفر لاک قرمز بذاره چه داستانیه، چه چیزیه و چه چیزایی تعریف میکرد. دیدم نمیتونم دیگه باقی راهو پیاده برم. اون دست خیابون یه راننده تاکسی وایساده بود و دید من از اون ماشین کثافتشون پیاده شدم. گفت دختر جون بیا بشین.
گفتم یا ابوالفضل، اینم میخواد برای ما حالا 2 ساعت بشینه سن کرده، یه پیرمرد سن کرده بشینه بگه آره دختر من اینا علم بلند شما باید رعایت کنید که اینجوری تحقیرتون نکنن. آقا ما نشستیم تو ماشین، این دیدم شروع کرد گفت که تو جای بچه من یه خاطره برات تعریف میکنم، امیدوارم که بیادبی نباشه. گفتیم تعریف، گفتیم اینم میخواد 2 ساعت برای ما چیز بگه تا برسونمون به مسیر، حالا چیز شعر. آقا ما اون شروع کرد و منم توی ذهنم همش داشتم میگفتم چه گرفتاری شدم. گفت که اون فاتیه رو دیدی تو ماشین؟ دیدی این ور رو هیچ نگاه نمی کرد؟ گفتم آره دیدم. گفت اون پدر مادر همسایه دیوار به دیوار ما هم میشناسمش. گفتم عجب. خب گفت دخترم اون توی خیلی سال پیش، مثلا داشت 10-12 سال پیشو شاید هم بیشتر تعریف میکرد، همون جوری که چادری بود ما میدیدیم که با یه پسر تک و توکی میره و میاد و یواشکی یه سری کارا میکنه. به خانواده‌ش هم تذکر داده بودیم که آقا اینجا خانواده هست، این دخترت اینجوریه، چادریه درست، ولی خب تو محله ما میبینیم که با یه پسر داره میره میاد. خلاصه این دختره حامله شد. خانواده‌ام از ننگ این داستان اونو شبونه بیرون میکنن. من همینجوری مونده بودم که این موضوع مال چند سال پیشه که اون زمان مثلا من 10-60، حتی اگه پسری هم مثلا میخواست نامه‌ای بده یا کاری بکنه و شماره بگیره خیلی کارا رو نمی‌کردم. خلاصه این حامله میشه، خانواده‌اش بیرونش میکنن. بعد چند وقت از کجا سر در میاره؟ شغلش چی میشه؟ و موضوع اینه که این وسط ها هم اینا پیام میدن، میگه که بعد از چند وقت ما دیدیم که رفته زن یکی از این سپاهی ها شده، بچم گردن گرفته، خودش هم شغلش شده فاتی، همیشه هم این دوره اینجا مشغول اون، ما میبینیمش. گفت من نمیخوام بگم که تو که ظاهرت اصلا کلا هیچ مشکلی نداره، واقعا دخترم فلان بهمان، ولی اون کسی که میشینه توی اون ماشین و شغلش همینه چون زندگیش همین بوده. و منم گفتم عجب، یعنی واقعا همچی اتفاقی افتاده؟ گفت الان تو محله رفت آمد داره، الان مثلا یه بادی به قبقب میزنه که من به همه جا رسیدم و بچه‌م اون بابا جدیدش سپاهیه داره بزرگش میکنه و اون پسر هم که ولش کرده رفته. بود تو پرانتز من با این قضیه اصلا موافق نیستم که ما بیایم بشینیم بگیم که یه کسی ها مثلا حالا همچین بلایی سرش اومده خانواده‌اش هم نپذیرفتنش. این فرهنگ کاملا اشتباهه. چرا اشتباهه؟ چون وقتی بچه‌تون رو ول میکنید میره تو اجتماع، جذب همچین جاهایی میشه و جذب همچین جاهایی میشه و به خاطر عقده اون چیزایی که سر خودش اومده ما رو اذیت میکنه. خیلی حواستون رو جمع کنید بچه‌هاتون چه کار میکنن، با کی میرن، با کی میان، تو چه سنی هستن، چه اتفاقی ممکنه براش بیفته که باعث آزار روانی جامعه نشه. خلاصه این بود داستان ما. راننده تاکسی ها میشناختنش. روزتون بخیر.